سلام و رحمت و برکت الهی نثار شما باد. در استودیو با شما شوکت محمد برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز را با کمک همکارانم تقدیمتان میکنم. اینک سرخط خبرهایی که پیشکش شما میگردد. باز در زندان شورش به عمل آمد. شمار کشته و یا زخمی شدگان معلوم نیست. باز یک شهروند تاجیکستان در اوکراین را استرداد تهدید میکند. پرونده ملیسه های شکنجهگر و ظلمپیشه را دادگاه شهر دوشنبه بررسی میکند. چرا نرخ آسمانبوسی بازارها همیشه در عرفه عیدها مردم تاجیکستان را نگران میکند؟ شرح مخصوص در این باره. در مؤسسه اصلاحاتی سیدراب دوی معروف به کریپیشنی شهر دوشنبه باز زندانیان دست به آشوب زده اند. منبع پیام اطلاع داد که اسیان از طرف 15-17 نفر طرفداران گروه جنگجوی دولت اسلامی سرزده اما زود پخش شده است. از سلاح استفاده شده است و یا نه معلومات نیست. از تعداد مجروحان و کشته شدگان نیز چیزی معلوم کرده نشد. چیزی که به پیام میسر شد معلوم کند این است که چند نفر در این آشوب زخم برداشتند. یکی از آنها عبدالقهار دولت، روزنامه‌نگار و عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بوده است. گفته می شود که انگشتانش در نتیجه لطوکوب شکستند. معلوم نیست او از جانب شورشیان لطوکوب شده یا زندانبانها. معلومات بیشتر در این باره در پایگاه پیام بزودی نشر خواهد شد. علی اکبر حساموی 35 ساله شهروند تاجیکستان و زاده شهر پنجکن که حدود 1 سال در اوکراین اقامت داشت با درخواست مقامات تاجیکستان بازداشت شده است. به او استرداد تهدید می کند. مقامات تاجیکستان حساموی را با 2 ماده کودکس جنایی 307 دعوت عمومی در به عمل برآوردن فعالیت اکستریمیستی ماده 401 زرخریدی متهم می کنند و در پیگرد قرار داده اند. طبق اطلاع منبع پیام در پرونده که مقامات تاجیکستان به مقامات اوکراین فرستاده اند، حساموی را به شرکت در جنگ‌های خاورمیانه متهم می‌کنند. در پرونده همچنین آمده است که علی اکبر مدرسه عالم دادخواه شهر پنجکند و دانشگاه الازهر مصر را ختم کرده است. روزنامه‌نگار بابا رجب خالف که در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی همچون محمد رجب شاهیم شناخته شده است، از خویشاوندان حساموی بوده است. این خبر را به ما محمد رجب رسانیده گفت تمام وجه‌های در پرونده آورده شده تهمت است. محمد رجب شاهیم میگوید خودی او که طبق هر دوی همین ماده در پیگرد قرار دارد در مدرسه عالم دادخواه شهر پنجکند و دانشگاه الازهر مصر تحصیل کرده است و شاید مقامات بعض قسمهای پرونده حساموی را از پرونده او روی بردار کرده اند. قبلا خودی محمد رجب با درخواست مقامات تاجیکستان در ترکیه بازداشت شده بود اما بنابر تصدیق خود را نیافتن هیچ وجه عیبنامه آزاد گردید. سلام درود بینندگان عزیز. به بنده شهرجب شوهیم خبر رسید که یکی از خویشاوندان من در جمهوری اوکراین بازداشت شده است با طلب جمهوری دیکتاتوری تاجیکستان، حکومتداری دیکتاتوران تاجیکستان و همه ما و شما چی در داخل چی در خارج میدانیم و فهمیدیم که این حکومت دیکتاتوری است و به هر راه و واسطه آزاداندیشانش را، حریفانش را تهدید میکند و بازداشت میکند، شکنجه و زندان میکند، حتی قتل و کشتار میکند. و شما در زندان شهر خوجند و در زندان شهر وحدت و اخیرا در نقل زندانیان در شهر خوجند به شهر دوشنبه کشته شدن چند زندانیان را مشاهده کردیم. حالا این حسام علی اکبر که زاده ناحیه پنجکند ولایت سوختی جمهوری تاجیکستان می باشد و حالا در جمهوری اوکراین بازداشت شده است و ممکن است که به تاجیکستان استرداد شود. من از این فرصت مناسب استفاده برده همه سازمان های داخلی و خارجی از جمله
سازمان ملل متحد و اتحاد اروپا و از حزب حرکت های داخلی تاجیکستان ما و شما اپوزیسیونی تاجیکستان که مثل پیمان ملی جمهوری تاجیکستان، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، انجمن آزاداندیشان و انجمن مهاجران آسیا و از همه ژورنالیستان و گروه 24 احترامانه خواهش میکنم که در این قضیه دخالت کنند تا این شهروند کامل حقوق، تا این شهروند بیگناه که من خویش و تبار نزدیکی من هست، من شهادت میدهم که او بیگناه است. او 1 ساعت در یگان مدرسه داخلی و خارجی تحصیل نکرده است و یگان ساعت هم در قلمرو کشورهای بگیریم که سوریه و عراق و افغانستان نبود و من این چیزا به تمام اطمینان میگویم و از تمام شما دوستان و برادران احترامانه خواهش میکنم که در این قضیه بی‌طرف نباشید. علی اکبر حساموف حالا در یکی از بازداشتگاه‌های اوکراین قرار دارد و طبق گفته وکیل دفاعش به او استرداد به تاجیکستان تهدید میکند. دیروز 8 اوگوست دادگاه شهر دوشنبه به محاکمه پرونده 4 میلیسه تاجیک فرهاد نورخانوف، عوض سبزایف، اکرام الدین اهل‌دین و امید وهابوف را آغاز کرد که به شکنجه بازداشت شده ها متهمند. به ضد این کارمندان سابق ریاست امور داخلی شهر دوشنبه 17 نفر شکایت کردند، ولی وکیلان ماموران میلیسه همه گونه شکنجه بازداشت شده ها را رد می کنند. طور رادیوی آزادی خبر می دهد نرگس عبدالرحمنووا وکیل مدافع حمزه صادقوف جبردیده اساسی در پرونده گفته است ماموران میلیسه به گرفتن پاره و سوء استفاده از منصب نیز متهم هستند. بنا به گفته جبردیده کارمندان میلیسه او را به نیروی برق مانده اند تا گناه را به گردن گیرد. او را با نگاه داشتن مواد مخدر متهم می کردند، چیزی که به گفته حمزه صالحوف حقیقت نداشت و ساخته بود. چونون تو زده سوید زد، من حس کردم این سوید زد، من مثلا خیلی زده استای من در بالا مودم ببرونندگی زده استای و غص کردستم با کی گفتم و غص کردن گرفتم گفت دهانش اسکوچ کنیم، بعد گفتن دهان اسکوچ کردن. باید گفت از شکنجه در اداره های انتظامی و اصلاحی تاجیکستان بارها سازمان های بین المللی دفاع حقوق بشر اظهار نگرانی کرده اند. مسئولین مقامات موجودیت شکنجه را رد می کنند، اما می گویند شکنجه‌ای که برای گرفتن معلومات استفاده می شود رواست، چون بدون شکنجه یگان عیبدار شونده معلومات نمی دهد. ظریف علیزاده سابق امبودسمن تاجیک در یک نشست خبری در این باره گفته بود که نه همه لطوکوب عیبدار شونده ها شکنجه است. ما یک چیز قید کردنی هستم، نه همه لطوکوب و مناسبتی ما میگیم بیرحمانه شکنجه است. تنها همونش است که اگر مقصد گرفتن نشاندار باشد، مقصد گرفتن یگان چیزی معلومات باشد، یا نسبت خود شخصی که وی بازداشته یا نسبت نزدیکان وی. مقصد این چیزی، اما فقط لطوکوب باشد این شکنجه نمی شود. کارشناسان میگویند روا دیدن شکنجه برای گرفتن معلومات و یا اعتراف جنایت از جانب عیبدار شونده غیر قانونی و ظلم است. به هیچ وجه مسئولین حق شکنجه کردن عیبدار شونده را ندارند. بنا به قانون‌های تاجیکستان جزا به متهم را سود معین میکند. تا قرار سود کسی را گناهکار دانسته جزا دادن و یا شکنجه کردن جنایت است و افراد متهم به شکنجه را طبق قانون جزای سنگین انتظار است. با نزدیک شدن عید قربان در بازارهای کشور نرخ و نوای محصولات آذوقه، سبزوات، شیرینی ها و حتی غله‌دانه خیلی گران شده‌اند. خصوصا گوشت که به آن طلبات مردم در روزهای عید زیاد می شود از 50 تا به 60 سامانی و در بعض منطقه ها حتی تا به 70 سامانی برابر شده است. همه ساله با فرا رسیدن عیدهای رمضان و قربان در بازار و مغازه های شهر و ناحیه های کشور نرخ محصولات نیاز مردم بالا برده می شوند که این عملی آنها مردم را نگران می کند. قصابان گوشت فروش شهر دوشنبه در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که در این شب و روز نرخ چاروا خیلی بلند شده است
و قیمت شوی نرخ گوشت بیشتر به بلند شدن نرخ چاروا ربط دارد. دیدن شب رفتم مول زنده به حد قیمت برای قربانی میگیرن گفته به حد قیمت. ساکنان شهر باختری ولایت ختلان به نشریه فرج گفتند صاحبکاران بازار فراوان این شهر نرخ 1 کیلوگرم گوشت را تا به 60 تومانی بالا برده اند. علاوه بر این نرخ خربزه، تربوز، میوه‌جات و دیگر نمود انواع خوراکواری نیز در این بازار خیلی بلند شده است. میخواهم اینجا یک اندیشه خود را ابراز کنم. در کشورهای مسلمان نشین میباید در عرفه اتحاد اسلامی گوشت ارزان شود، چون در این روزها خیرات و احسان زیاد می شود. علاوه بر این به مسلمانان قربانی کردن چاروا در عید قربان سنت است. اگر این سنت بدون ممانعت پیاده باشد می بایست به جای قیمت شدن گوشت در این روزها قصابان گوشتخر نمی یافتند و دکانهای خود را به این باور که در این روزها گوشتخر نمی یابند می بستند. قیمت شوی گوشت خصوصا در عید قربان دو مسئله را آشکار می کند. یکم، شخصان دارای کشور تا به حال به یک رکن مهم عید قربان بودن ذبح چاروا اهمیت ندادند. دوم، اینجا قشاق بودن اکثریت مردم تاجیکستان برملا می شود. یعنی مردم حتی توان این را ندارند که به خود روا بینند تا در یک سال اقلاً 1 مرتبه یک سربوز یا گوسفند را ذبح نموده با اطرافیانشان تناول کنند، چون در این حالت هم ثواب میگیرند و هم مهمانداری میکنند و هم عید جشن میگیرند. در عرفه عید قربان به جای فرح و شادی با فرزندان یک عائله تاجیک از غم گم کردن 3 جگربند خود رنج میبرد. 3 فرزند یک عائله روز 4 است که در شهر دوشنبه گم شده اند. در این باره و دیگر خبرهای مهم روز همکارمان صفیه گزارش آماده کرده است. 3 فرزند یک عائله روز 3 است که گم شدند. در این باره در رادیوی وطن خبر داده گفتند که یک عائله از کوچه فاروق شهر دوشنبه 4 روز باز 3 فرزند گم شده اشان را میجویند. سهراب میرزایوی 11 ساله 5 اوگوست با همراهی دادرانش رستمی 8 ساله و خدایدادی 4 ساله از خانه برآمده دیگر بی‌درک شدند. مادرشان سرگل سیراجова به رادیوی وطن گفت که آنها را گویا کسی بار آخر روز 8 اوگوست در نزدیکی چایخانه راحت دیده است. طبق نقل مادر سیراجова سرگل، پسری 11 سالش سهراب سال قبل 2 هفته بی‌درک بود و بعد یافتنش از جانب کارمندان میلیسیا به مکتب دشوار تربیه او را داده بودند. اگر کسی از این کودکانی در عکس بوده آگاهی پیدا کرد، لطفاً در حال به این رقم‌هایی که در نوار می‌بینید زنگ زده خبردار کنید. دمیتری مدویدیف رئیس حکومت روسیه درباره بازداشت المازبек اتنبоев سابق پرزیدنت قرقیزستان اظهار داشت که این مسئله داخلی این کشور است، اما روسیه نمی‌تواند بی‌طرفی کند. مدویدیف با تاکید گفت که قرقیزستان از شریکان اساسی ماست، دوستان ما در اینجا زندگی می‌کنند. طور خبرگزاری تاس اطلاع می‌دهد مدویدیف گفته است امروز 9 اوگوست جهت بررسی قضیه بازداشت اتنبоев با پرزیدنت فعلی قرقیزستان گفتگو خواهد کرد. همچنین قاسم جومرت توقایف پرزیدنت قزاقستان بازداشت المازبек اتنبоев را کار داخلی قرقیزستان ارزیابی کرد. در این باره سخنگوی پرزیدنت قزاقستان بیریک کورمانگالی در صفحه فیسبوک خبر داده نوشت که توقایف حوادث قرقیزستان را پیگیری دارد و امیدوار است وضع به زودی معتدل شود. بر اساس قرار سودی ناحیه پروامایسکی شهر بیشکک المازبек اتنبоев پرزیدنت سابق قرقیزستان تا 26 اوگوست در بازداشتگاه یا سیزای کمیته امنیت ملی نگهداری خواهد شد. جنبش طالبان از پیشنهاد برگزاری مذاکرات نوبتی با حکومت افغانستان که در شهر سمرقند ازبکستان برگزار می شود، رضایت خود را اعلام کرد. در این باره دیروز 8 اوگوست در جریان دیدار هیئت جنبش طالبان به رهبری برادر آخوند، مسئول دفتر سیاسی طالبان در شهر دوحه قطر با مسئولان وزارت کارهای خارجه ازبکستان گفتگو سرعت گرفت. طور دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه ازبکستان اطلاع می‌دهد در رفت گفتگو به حل صلح‌آمیز قضیه افغانستان و آتش‌بس دائمی میان گروه‌های درگیر در این کشور تاکید شده است.
намояндагони толибон дар ин вохӯрӣ ба ҳукумати ӯзбекистон барои миёнҷигариаш дар ҳалли низои афғонистон ибрози сипос кардааст. ахиран ҳайати толибон дар шаҳри доҳа бо залмай халилзод, намояндаи вижаи амрико дар афғонистон, масоили сулҳи афғонистонро баррасӣ карданд. ҷунбиши толибон аз музокироти мустақим бо ҳайати давлати афғонистон сарпечӣ карда, ин ҳукуматро бозичаи дасти амрико хондааст. اینجا نهایت برنامه امروزی ماست. برایتان عید سعید قربان مبارک و فرخنده باد میگویم. بار دیگر عیدتان مبارک هموطنان و همزبانان عزیزم. فردا روز عرفه و پس فردا روز عید قربان در رادیوی پیام برایتان همچون دسترخوان عیدانه برنامه عیدانه آماده نموده ایم. پذیرا باشید. مرحمت به خانه عیدانه ما. با امید دیدار بعد از عید قربان. خدا حافظ.